بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند رؤية الله متعال. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. رؤية الله متعال برای بهشتیان بدون احاطه و کیفیت حق است، همان گونه که کتاب پروردگارمان از آن سخن گفته است که وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. در آن روز چهره‌هایی تازه و خرم هستند، به پروردگار خود می‌نگرند. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. و تفسیرش همان گونه است که الله متعال خواسته و می‌داند و هر حدیث صحیحی که در این باره از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده فهو كما قال ومعناه على ما أراد. همان گونه است که ایشان فرموده و معنایش همان است که ایشان در نظر داشته‌اند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بودم مطالبی را درباره عقیده اهل سنت و الجماعت درباره قرآن و کلام الله متعال بیان کردم و آن چیزی را که حق و حقیقت بود و مستند بود از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اعتقاد فرقه ناجیه و عقیده اهل سنت و الجماعت بود خدمت شما بیان کردم. در ادامه مبحث علامه طحاوی رحمت الله علیه یکی دیگر از مفاد اعتقادی اهل سنت و الجماعت را بیان می‌فرماید و میگوید که والرؤیة حق لأهل الجنه، درباره رؤیت الله متعال که در روز قیامت الله متعال رؤیت خودش را شامل حال مسلمانان می‌گرداند و این یکی از بزرگترین و زیباترین و خوشایندترین نعمت‌هایی هست که در روز قیامت الله متعال این نعمت را به بهشتیان، به اون کسانی که انسان‌های برگزیده الله متعال هستند که نهایتاً به بهشت می‌روند، الله متعال این نعمت را به آنها عنایت خواهد کرد. و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست، برخلاف فرقه‌های منحرفی که در دایره اسلام وجود دارند و خود را منتسب به اسلام می‌دانند، اما در این عقیده مخالف اهل سنت و الجماعت هستند. علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که والرؤیة حق لأهل الجنه، رؤیت حق هست و واقعیت هست
و امکان دارد و اتفاق خواهد افتاد برای اهل جنت، برای مسلمانانی و انسانهای پایبندی که معتقد به ادیان الهی بودند و نهایتا الله متعال اونها را به بهشت برده است. به غیر احاطه ولا کیفیه، منتها این اعتقادی را که اهل سنت و الجماعت دارند مبنی بر امکان رؤیت الله متعال در قیامت و تحقق یافتن این نعمت در روز قیامت، این بدون احاطه و بدون کیفیت هست. به غیر احاطه یعنی بدون این که انسان وقتی که الله متعال را میبیند احاطه بکند الله متعال را و تمام وجود الله متعال را به صورت کامل و ببیند، که این معنی احاطه هست. میفرماید که رؤیت حق هست برای اهل جنت، البته بدون احاطه و بدون کیفیت. ما کیفیت این رؤیت را و کیفیت این اتفاق و رخدادی را که بنا به استدلال از آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز قیامت و در بهشت اتفاق خواهد افتاد، ما کیفیت این اتفاق و رخداد را نمیدانیم. کما نطق به کتاب ربنا، و مستند ما در این اعتقاد، در این عقیده و اعتقاد کتاب پروردگار ما هست، قرآن هست. هر آن چیزی که در قرآن بیان شده با همون زلالیت و با همون شفافیت معنایی که دارد ما به آن معتقد هستیم و به آن باور داریم. و این بحث رؤیت یکی از مباحثی هست که در قرآن اثبات شده. الله متعال این وعده را در قرآن به مؤمنان داده که در روز قیامت مؤمنان و بهشتیان پروردگارشان را خواهند دید. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مبحث یکی از معروف ترین آیاتی را که اهل سنت و الجماعت به اون استدلال کردند و اصل این مسئله را یعنی رؤیت الله متعال را در قیامت اثبات کرده در اینجا نقل کردند و یاددهانی کردند که در کتاب پروردگار ما آمده کما نطق به کتاب ربنا وجوه یومئذ ناظره، بسیاری از چهره ها در روز قیامت بسیار شاداب و خوشحال هستند، زیرا که اثر خوشحالی بر چهره نمایان هست. میگه بسیاری از چهره ها در روز قیامت شاداب و خندان و سرحال هستند. الی ربها ناظره، این چهره هایی که سرحال هستند، شاداب و خندان هستند، اینها به سوی پروردگار خودشون نگاه میکنند. صراحتا آمده که الی ربها ناظره، در حال نگاه کردن و دیدن الله متعال هستند. این آیه در سوره قیامت هست، آیه 22 و 23 این سوره. و واقعیت این است که تنها دلیل رؤیت این آیه نیست. آیات زیادی در قرآن کریم دلالت بر اثبات رؤیت الله متعال دارند که الله متعال در روز قیامت و در بهشت برای بهشتیان خودش را نمایان خواهد کرد و این رؤیت را و این نعمت را نصیب انسانهای مؤمن و بهشتی خواهد گرداند. که معروفترین و صریحترین آیه همین آیه هست که الله متعال می‌فرماید که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اما اضافه بر این می‌بینیم که آیات دیگری هم وجود دارند در قرآن کریم که دلالت بر این عقیده میکنند، دلالت بر اثبات رؤیت الله متعال در روز قیامت. به طور مثال در سوره مطففین آیه 15 الله متعال میفرماید که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، درباره کفار که این گونه نیست که اینها فکر میکنند، بلکه برعکس هست که اینها، این کافران در روز قیامت از پروردگارشون در حجاب خواهند افتاد. یعنی این که الله متعال لقاء خودش را و ملاقات خودش را، دیدار خودش را نصیب این انسانهای کافر نمی کند. مفهوم مخالفش این است که یعنی انسانهایی که مؤمن هستند اونها دیگه در واقع در میان آنها و الله متعال حجابی نخواهد بود و آنها الله متعال را خواهند دید. و در سوره قاف آیه 35 در که الله متعال می‌فرماید لهم ما یشاءون و لدینا مزید، هرچی بهشتیان می‌خواهند نزد ما وجود دارد، به اونها داده خواهد شد. و لدینا مزید، اضافه بر اون نزد ما هست، یعنی حتی چیزهایی که در ذهن آنها نیست و تصور آن را ندارند یا حتی تمنای آن را نکردند، نزد ما اون نعمت‌ها وجود دارد که این نعمت‌ها را ما به اونها عنایت خواهیم کرد. که این آیه را هم تفسیر کردند به رؤیت الله متعال.
و اضافه بر این مثلا آیاتی رو در قرآن کریم داریم که از لقای الله متعال و دیدار الله متعال، ملاقات با الله متعال سخن میگوید. به طور مثال در سوره کهف آیه 110 میبینیم که الله متعال میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امیدوار لقاء پروردگارش هست، هر کسی که امید دیدار با الله را دارد، فلیعمل عملا صالحا، پس باید که اعمال نیکی را انجام بدهد، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و با عبادت پروردگارش و در پرستش الله متعال هیچ کسی را شریک نگرداند. یا در جای دیگر الله متعال می‌فرماید که تحیتهم یوم یلقونه سلام و عد لهم اجرا کریما در سوره احزاب، که الله متعال می‌فرماید که تحیه این مسلمانان و مبارکبادی و مژده‌ای که در زبان اینها هست و خوش آمدگویی که اینها به یکدیگر خواهند کرد، تحیتهم یوم یلقونه، در روزی که این انسان‌های مسلمان با الله دیدار میکنند، ملاقات میکنند، چی هست؟ همین سلام هست، همین جمله‌ای که امروزه هم معروف هست، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خوش آمدگویی روز قیامت هست، تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. الله متعال برای انسان‌های نیکوکار اجر کریمی و پاداش پسندیده ای را در واقع آماده کرده. اضافه بر آیات قرآن کریم، وقتی که ما مراجعه میکنیم به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، بازم میبینیم که الله متعال اون چیزی را که در قرآن کریم بیان کرده، همون مطلب را رسول الله صلی الله علیه و سلم با تعبیری دیگر هم بیان کرده و برای مسلمانان این مژده را داده. به صورت مثال حدیثی هست متفق علیه در صحیح بخاری و صحیح مسلم، که در صحیح بخاری حدیث شماره 554 هست و در صحیح مسلم حدیث 633 هست، که در این حدیث که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که آیا ما در روز قیامت پروردگار خودمان را خواهیم دید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون البدر لیلة التمام، شما الله متعال را در روز قیامت همان گونه میبینید که در دنیا ماه شب 14 را شما کاملا میبینید. لا تضامون فی رؤیته، برای رؤیت مثلا الله متعال، یا همون گونه که در دنیا برای رؤیت ما شما دچار زحمت نمیشوید، مجبور نیستید که از سر کول یکدیگر بالا بروید و بر شانه‌های یکدیگر بالا بروید، به همین گونه الله متعال را شما خواهید دید. صحابه تصور میکردند که اگر الله متعال را ببینیم، خب انسان‌های قد کوتاه هستند، بعضی خیلی جمعیت زیاد هست، بعضی از انسان‌ها قدشون بلندتر هست، وقتی که جمعیت بسیار زیاد هست شاید برای دیدار الله متعال مجبور باشیم که از سر و شانه یکدیگر بالا برویم و به زحمت میافتیم برای ملاقات الله متعال. رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفیت و وضوح رؤیت الله متعال را بیان کرده، گفته به همون گونه که شما برای ملاقات یا برای دیدن و مشاهده کردن خورشید یا ماه در دنیا دچار زحمت نمیشوید، مجبور نیستید که به یکدیگر هل بدهید، بر یکدیگر فشاری وارد بکنید تا اینکه ماه را یا خورشید را ببینید، با همین وضوح و با همین شفافیت هم شما الله متعال را خواهید دید. یا در حدیث صحیح، در حدیث سنن ابو داود این گونه آمده که سوال شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ به این سوال فرمودند که آیا شما خورشید را در وسط روز، در هنگامی که خورشید وسط آسمان هست میبینید؟ گفتند بله میبینیم. فرمودند که هل تضامون فیها، آیا برای دیدن خورشید شما در زحمت میافتید، مجبور هستید یکدیگر را هل بدهید یا سر و شانه یکدیگر بالا برید؟ گفتند خیر. و همچنین گفت آیا شما ماه را در شب 14 و در هنگامی که ماه تمام هست و کامل هست میبینید؟ گفتند بله میبینیم. گفت آیا مجبور هستید یکدیگر را هل بدهید برای اینکه ماه را ببینید؟ گفتند خیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فانکم سترون ربکم کما ترون الشمس وسط الظهیره، شما در روز قیامت الله متعال را خواهید دید همان گونه که خورشید را در وسط روز و در هنگام ظهر شما خورشید
را میبینید. لا تضامون فیها، و برای رؤیت خورشید شما دچار زحمت نمیشوید و مجبور نیستید که بر سر و شانه یکدیگر بالا بروید. و کما ترون القمر لیلة التمام لا تضامون فیه، و به همان وضوح و شفافیتی که ماه را در شب 14 میبینید، به همان وضوح و شفافیت شما الله متعال را هم خواهید دید. یا در حدیثی دیگر که از حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه روایت شده که این رو مرفوعا روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم در تفسیر آیه‌ای که للذین احسنوا الحسنى و زیاده، اونهایی که نیکوکاری کردن حسنا به آنها داده خواهد شد، حسنا را دریافت خواهند کرد، یعنی بهشت به اونها داده می شود، و زیاده اضافه بر اون هم به اونها نعمت‌هایی داده می شود که در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و تفسیر کردند که از زیادت و النظر الی وجه الله الکریم، این زیادتی که در این آیه آمده تفسیرش این هست یعنی ملاقات و دیدن و مشاهده الله متعال. این حدیث در صحیح مسلم هست، حدیث شماره 181. منتها عقیده اهل سنت و الجماعت این هست که همون گونه که الله متعال میفرماید که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر در سوره انعام که انعام هست این آیه، که همون گونه که الله متعال را میبینید اما این دیدن بدون احاطه هست، بدون این که شما بر الله متعال احاطه ای را داشته باشید، یک کیفیتی را در این مورد بیان بکند. پس بنابراین عقیده اهل سنت و الجماعت این است که مسلمانان در روز قیامت الله متعال را میبینند و این دیدن و مشاهده و ملاقات الله متعال بدون کیفیت هست، زیرا که الله متعال میفرماید لا تدرکه الابصار، چشمها و دیده ها نمیتوانند ادراک کاملی را از الله متعال داشته باشند، و هو یدرک الابصار، این الله متعال هست که این ابصار را درک میکند و احاطه میکند و به صورت ادراک کاملی بر اونها دارد، و هو اللطیف الخبیر، و الله متعال لطیف هست، باریک بین و ریزبین هست و خبیر هست. و به همون گونه ای که در سوره طه مثلا آمده که الله متعال میفرماید که ولا یحیطون به علما، انسانها حتی نمیتونن از نظر علم احاطه رو داشته باشند بر الله متعال، در صورت دیدن و مشاهده الله متعال هم احاطه صورت نمیگیرد. و این آیه دلیل عدم رؤیت نیست بلکه اثبات رؤیت هست. در این آیه الله متعال نفرموده که شما الله را نمیبینید، بلکه بحث ادراک را کرده که شما ادراکی رو نمیتوانید داشته باشید، احاطه کاملی رو بر الله نمیتوانید داشته باشید. پس بنابراین اصل رؤیت ثابت هست به استدلال از آیات متفاوت و متعدد و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعد از یک میان برنامه کوتاه ان شاء الله مطالب دیگر را باز هم در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. تا اون زمان با ما بمانید. رؤیت الله متعال. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. رؤیت الله متعال برای بهشتیان بدون احاطه و کیفیت حق است، همان گونه که کتاب پروردگارمان از آن سخن گفته است که وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. در آن روز چهره‌هایی تازه و خرم هستند، به پروردگار خود می‌نگرند. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. و تفسیرش همان گونه است که الله متعال خواسته و می‌داند و هر حدیث صحیحی که در این باره از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده فهو كما قال ومعناه على ما أراد. همان گونه است که ایشان فرموده و معنایش همان است که ایشان در نظر داشته‌اند. خدمت شما عزیزان عرض می کردم که عقیده اهل سنت و الجماعت در باره مسئله رؤیت الله متعال همان چیزی هست که
الله متعال در قرآن کریم بیان فرموده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش و احادیثی که صحیح هست و مستند هست و برای ما نقل شده در این احادیث بیان فرمودند. و ما تمام اعتقادات خودمان را و باورهای خودمان را از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم که من جمله همین اعتقاد ما هست درباره رؤیت الله متعال در روز قیامت. من قبل از میان برنامه این عبارت را خدمت شما خواندم، اون را دوباره تکرار می کنم. عقیده اهل سنت و الجماعت درباره رؤیت الله متعال که امام طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که و الرؤیت حق لأهل الجنه، رؤیت حق هست و واقعیت و حقیقت هست برای اهل جنت، یعنی مسلمانانی که نهایتاً به بهشت مشرف شدند و این نعمت را حاصل کردند بغیر احاطه ولا کیفیه. منتها این رؤیت را و این لقا را ما با فکر و خیال خودمون و با اندیشه خودمون نمیتوانیم کیفیتی را برایش بیان بکنیم. این لقا و این ملاقات و دیدار بدون احاطه هست و بدون کیفیت هست، همون گونه که در قرآن آمده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که من تعدادی از آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را خدمت شما بیان کردم. در ادامه علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که و تفسیره علی ما اراد الله تعالی و علمه، و این آیات را من جمله این آیه را که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این آیه را و آیات دیگری را که من خدمت شما تلاوت کردم، میگوید که تفسیر این آیات همون چیزی هست که الله متعال اراده کرده و خواسته است و بر همون اساسی که در علم الله متعال رفته و اون چیزی که ما در زبان عربی در اون شاهد هستیم و میدانیم که نظر کردن به چه معنی هست، ملاقات به چه معنی هست، نگاه کردن به چه معنی هست، همین الفاظی هست که ما به کار میبریم که الله متعال در قرآن هم این الفاظ را، الفاظ مانند نگاه کردن را، ناظره را مثلا یا لقا را برای خودش در روز قیامت درباره این دیدار و رؤیت بیان کرده. و علامه طحاوی در ادامه می فرماید که و کل ما جاء فی ذلك من الحدیث الصحیح عن الرسول صلی الله علیه و سلم، و در این مورد، در مورد ملاقات الله متعال و در مورد رؤیت الله متعال، هر حدیث صحیحی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. عملا هم این گونه هست که مستند ما در باب عقیده احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و احادیث ضعیف و احادیث ساختگی و جعلی در این زمینه نمیتوانند مستند ما قرار بگیرند. اولین مرجع ما و اولین دلیل ما در باب اعتقاد آیات قرآن کریم هست، آیات هست که از کلام الهی هست و قرآن کریم، و بعد از آن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در باب احادیث فقط اون احادیثی که صحیح باشند، اگر با سند صحیحی برای ما نقل شدند و ما به این یقین رسیدیم که این حدیث قطعا صحیح است و رسول الله صلی الله علیه وسلم قطعا این حرف را و این فرمایش از ایشان هست، پس بنابراین ما باید به اون معتقد باشیم، قطع نظر از این که این حدیث متواتری هست، مستفیضی هست، مشهوری هست یا خبر واحدی هست. در هر صورت، در صورت وجود و اثبات صحت حدیث، این حدیث برای ما ملاک هست و مستند ما هست در باب عقیده. این خاطر است که علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که و کل ما جاء فی ذلك من الحدیث الصحیح عن الرسول صلی الله علیه و سلم فهو کما قال، همون گونه که رسول الله فرمودند ما به همون گونه ایمان داریم. درباره رؤیت ایشان فرمودند که شما الله متعال را خواهید دید بدون از این که در زحمت بیفتید، و این رؤیت را و وضوح رؤیت را تشبیه دادند مانند این که شما در دنیا آفتاب را میبینید، ماهتاب را میبینید، در روز قیامت با همین وضوح و شفافیت الله متعال را میبینید. تمام این مطالب را همون گونه هست که رسول الله بیان فرمودند، یعنی ما بر مقتضای این احادیث
احادیث ایمان داریم. و معناه علی ما اراد، و معنایش همون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده فرمودند، همون معنایی که ایشان بیان فرمودند. ما از جانب خود ما نمی آییم این آیات را و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را یک معنی دیگری بر اون غالب بکنیم، یک جامعه دیگری را از معانی که در قرآن نیامده، در احادیث رسول الله به آن تصریح نشده، اون بر این آیات و بر احادیث بپوشانیم و این آیات و احادیث را در واقع تأویل بکنیم. ما بدون تأویل، همون گونه‌ای که معنی حقیقی آیات هست، معنی حقیقی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ما به اون ایمان داریم. پس بنابراین این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. معتقد هستند که انسانهای مسلمان و مؤمن که به بهشت می روند در روز قیامت الله متعال را می بینند. دقت بکنید که این عبارات دقیق است. انسانهای مؤمن می بینند و اون هم در روز قیامت می بینند. یعنی این که حتی در روز قیامت انسانهای کافر الله متعال را نخواهند دید. و نقطه دیگر این که در دنیا هم هیچ کسی الله متعال را نخواهد دید، فقط انسانهای مؤمن و اون هم فقط در روز قیامت. در دنیا نه مؤمن الله متعال را می‌بیند و نه کافر. حتی در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم که آیا ایشان در شب معراج، زمانی که رفتن به معراج الله متعال به ایشان این کرامت را بخشیدند، آیا ایشان در شب معراج الله متعال را دیدار کردند، دیدند الله متعال را؟ در این زمینه دو قول معروف و مشهور وجود دارد در میان اهل سنت. یکی از این اقوال نفی رؤیت هست، یعنی نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی در شب معراج هم الله متعال را ندیدند. پس بنابراین در دنیا هیچ کسی حتی پیامبر هم الله متعال را ندیده و کسی هم الله متعال را نخواهد دید. و قول دوم و نظر دوم این است که اثبات میکنند بنابر برخی از احادیث که آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب معراج الله متعال را دید. اما اون قولی که معتبر هست و مستند هست و راجح هست قول جمهور علما هست. جمهور علما و اهل سنت بر این عقیده هستند که حتی در شب معراج هم الله متعال را رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع ندید و این عقیده عموم اهل سنت و الجماعت هست و استدلالشون از حدیثی است که مسروق روایت کرده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و این حدیث در متفق علیه هست، در صحیح مسلم و در صحیح بخاری هر دو روایت شده که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ایشان گفتند که ان قوما یقولون، برخی از انسانها و مردم میگویند که ان النبی صلی الله علیه و سلم رأى ربه. مسروق به عایشه میگوید که برخی از مردم معتقدند که در شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگارش را ملاقات کرده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود که لقد قف شعری مما قلت، از این حرفی که تو زدی موی بر بدن من سیخ شده. یعنی این حرف اینقدر عظیم هست و اینقدر حرف بزرگی هست که تو زدی. خیر، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در شب معراج هم الله متعال را ندیدند. در روایت دیگری هست که در صحیح مسلم هست که به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند و از ایشان سوال شد که هل رأیت ربک، آیا تو پروردگارت را دیدی؟ یعنی در دنیا یا در شب معراج. قال رأیت نورا، من فقط نوری رو دیدم، الله متعال را ندیدم. و در روایت دیگر که بازم در صحیح مسلم هست فرمودن نورون انا اراه، الله متعال نور هست، من چگونه اون رو میبینم در دنیا. یعنی این که انسان با این چشم ظاهری که دارد و با این حاسه و نظری که دارد در دنیا امکان ندارد که الله متعال را مشاهده بکند، همون گونه که حضرت موسی علیه السلام از الله متعال خواستند که ملاقات بکنند الله را ببینند، اما الله متعال به اون گفت که نه، مرا نخواهید دید. و در این حدیث هم به همین گونه به همون تعبیر آمده که الله متعال نوری هست، انا اراه، چگونه میتوانم آن را ببینم. یعنی چشم ظاهری انسان در دنیا این توان را ندارد که الله متعال را ببیند. پس بنابراین
ما معتقد هستیم که رؤیت الله متعال حق هست و حقیقت هست بدون احاطه و بدون کیفیت، اون هم در قیامت و مخصوص انسانهای مؤمن و مسلمان هست و در دنیا هیچ کسی حتی پیامبر هم الله متعال را ملاقات نکرده و این رؤیت ثابت نیست و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که اصل رؤیت را و اصل ملاقات را ثابت می‌دانند به استدلال از آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما بدون احاطه و بدون کیفیتی که کیفیت را خودشون انتخاب بکنند یا معتقد به کیفیتی در این زمینه باشند. به هر گونه و هر کیفیتی که الله متعال بخواهد در روز قیامت الله ملاقات خودش را و دیدارش را نصیب انسانهای مؤمن و مسلمان خواهد گرداند که انشاءالله همه ما شما جز کسانی باشیم که به بهشت برویم و این نعمت بزرگ را الله متعال شامل حال همه من و شما بگرداند. تا برنامه دیگر که باز هم مطالبی دیگر را پیرامون رؤیت الله متعال خدمت شما عرض می کنم، تمامی شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.